در تملک خود میگیره و افراد را به عنوان دهقان استخدام میکنه. ما و شما از افغانستان وقتی مهاجرت کردیم در طول 20 سال در استرالیا، اون زمان مرحله دهقانی مهاجرت کردیم. رویش زندگی ما رویش دهقانی بوده، ذهنیت ما ذهنیت دهقانی و سنتی بوده. ما از او جامعه آمدیم مهاجرت کردیم در یک کشور توسعه یافته به نام استرالیا که در یک دوره فراصنعتی است. یعنی از دوره صنعتی گذشته به دوره فرا تکنولوژی رسیده، به دوره اینترنتی، به دوره اینترنت و هوش مصنوعی. ما 300 سال را در طول 20 سال سپری کردیم. اینمی سپری کردن 300 سال فاصله زمانی بسیار بزرگ است. بشریت و جامعه غرب بر اساس یک تحول تدریجی تاریخ را سپری کرده، ولی ما و شما بر اساس فشار سیاسی، بر اساس بحران اجتماعی، بر اساس وضعیت ناهنجار جامعه افغانستان این فاصله را ما و شما در مدت 20 سال سپری کردیم. یعنی از اونجا کوچ کردیم آمدیم در اینجا. وقتی در اینجا آمدیم ما و شما ممکن است از روی ناگزیری کوچ کردیم، ولی اینجا آمدیم دوچار یک نوع آنومی شدیم. آنومی یعنی یک نوع سرگشتگی. گم کردیم خود را. بین نسل ها فاصله به وجود آمده. پدر زبان فرزند را نمیفهمه، فرزند زبان پدر را نمیفهمه. چرا؟ به خاطر از اینکه فرزند در این دوره، در این قرن، در این کشور متولد شده، در اینجا بزرگ شده. پدر مربوط به او جغرافی است. 300 سال از لحاظ فکری با هم دیگر فاصله داره. این مگر بحران نیست؟ این بزرگترین بحران است که جامعه ما و شما را تهدید میکنه. یعنی سلامت و موجودیت یک جامعه را دچار انقراض میکنه. در اینجاست که ما باید برویم به طرف اون نهادها. به طرف کدام نهادها؟ به طرف نهاد دین، به طرف نهاد آموزش، به طرف نهاد دولت، به طرف نهاد اقتصاد. از اینا کمک بگیریم تا اینمی بحران را از بین ببریم. در اروپا چنین چیزی اتفاق افتاد. مسیحیت کاتولیک با بقیه دین مسیحیت در اروپا 100 سال با هم دیگه جنگ کردن. 100 سال. جنگ 100 ساله مذهبی در اروپا معروف است. همدیگر را کشتن. مسیحیت از امروز جامعه اسلامی بدتر بود. ملاهای به اصطلاح مسیحی بهشت را معامله میکرد. مثلا میآمد مردم رو صدا میکرد، میگفت میخوای بهشت بخری؟ میگفت آه. میگفت بیا. یا کاغذ سفارش میداد، چاپا میکرد، میگفت اینی قدر زمین ما تو رو بهشت دادم، برو دیگه. این از اختیارات ملا بود، ملای مسیحی. یک کسی پیدا شد به نام جان کالوین. آمد یک روز در پیش کلیسا استاد شد، گفت ما میخوایم که بهشت را بخرم، بخوایم جهنم را بخرم. گفتی چه رقم آدم هستی تو؟ کل مردم میایه بهشت را میخره، تو جهنم را میخری. گفت ما این جهنم ضرورت دارم، میخوایم امیر رو بخرم. گفت چه قدر از زیر ضرورت داری؟ گفت کل جهنم رو ضرورت دارم. امیر تو قلف کده از ما. گفت درسته. ملا مهر زد، جهنم را معامله کرد به این آدم. این آدم وقتی که از داخل کلیسا بیرون آمد، دم دروازه کلیسا کاغذ را بلند کرد، به مردم نشان داد، گفت ایها الناس، جهنم را ما خریدم، ده هیچ کس هم دیگه اجازه نمیدم که داخل جهنم بیایه. دیگه بهشت را نخرین. اینمی یک تحول بزرگ را در اروپا به وجود آورد. در اساس اینمزی گپ در اروپا 100 سال جنگ شد. هزاران مسیحی کشته شد. یک مذهب جدید به نام پروتستانیسم در مسیحیت شکل گرفت. 2 اصل داشت. یک اصلشی بود، در مسیحیت قبلی باور داشت، میگفت چون ما در عالم ابتدا گناه نخستین را حضرت آدم کرده، در بهشت و میوه ممنوعه را خورده، ما مورد غضب قرار گرفتیم، در زمین آمدیم لعنت شده به ما دیگه روی خوشبختی را نمیگیریم. اینا آمد گفت نه، گفت ما روی خوشبختی را میبینیم با 2 کار. دیگه ضرورت به ملا هم نیست که ملا برای ما بهشت بفروشه یا جهنم معامله کنه. گفت چی کار کنیم؟ گفت 2 کار کنین، 1 سخت کوشی، 2 صداقت و راستی. سخت کوشی دنیای شما را میسازه، سخت کوشی
تلاش، زحمت، مهنت دنیای شما را میسازه و شما برده آخری در این دنیا نیستین. شما سرنوشت همیشه محکوم نیست. شما با تلاش میتوانین خود را بسازین. این اولین باورش. دومین باورش گفت ما بدون ملا، بدون واسطه، بدون پاپ، بدون اسقف اعظم، بدون هر واسطه ما توسط راستی و صداقت با خدا وصل شده میتوانیم. گفت راست بگوین، دروغ را حذف کرد. اصل سخت کوشی و اصل دوری از دروغ در مسیحیت پروتستانیزم با وجود آمد. دنیای غرب را، دنیای مسیحیت را متحول کرد. دنیای مسیحیتی که امروز حرف اول در تمام عرصه های جهان میگه، اون محصول اون دو تا حرف است: سخت کوشی و در کنار سخت کوشی صداقت، راستی. این نقش مذهب است. مذهب با این روی کرد آمد یک تحول بنیادی را در ساختار اجتماعی و در زندگی اجتماعی مسیحیت به وجود آورد. و این تغییر باعث شد که مسیحیت زندگی جدید را آغاز بکنه، هویت جدید را آغاز بکنه. جنگ ها ختم شد، بردهداری ختم شد، بهشت فروشی ختم شد، دروازه های معامله بهشت بسته شد برای پاپ ها و برای اسقف ها و برای ملاهایشان. به اصطلاح مردم آمدن دین را در عالم واقعیت پیدا کردن، در عالم واقع یافتن، لمس کردن دین را با سخت کوشی، دین را با تلاش، دین را با صداقت پیدا کردن. ما امروز گرفتار شدیم. گرفتار چی؟ گرفتار یک از عناصر یا یک از مؤلفه هایی که مشکل ساز شده در جامعه ما و در مردم ما مشکل ساز شده. ای که ما در خیلی از موارد روی کرد به دین، روی کرد دینی ما روی کردی است که در جامعه جهان سوم مثل ایران و افغانستان با روی کرد 300 سال پیش ما میخوایم در استرالیا دینداری کنیم. این قابل تطبیق نیست. این مشکل ما حل نمیکنه. وقتی ما در استرالیا زندگی میکنیم، وقتی ما مشکلات خود را داریم با او شعارهای مذهبی و انقلابی که در ایران است، با او ملاهایی که از او طرف وارد اینجا میشه، ما نمیتوانیم مشکلات خود را حل کنیم که هیچی، بلکه فاصله عظیمتر میشه. چرا فاصله عظیمتر میشه؟ به خاطر از اینکه زبان او ملاها را، او سخنها را فقط ما و شما میفهمیم، نسل جدید نمیفهمه. این قابل هضم نیست. ما وظیفه داریم، رسالت داریم. شما به عنوان مردم، به عنوان کسانی که مربوط به جامعه هزاره و مربوط به جامعه شیعه افغانستان هستید و در استرالیا زندگی میکنید، وظیفه تان در است که یک سلسله تحول را باید ما بپذیریم. اولین تحولی که باید بپذیریم است که ما مسافرت کردیم، مهاجرت کردیم. این مهاجرت ما را دوچار یک تحول بنیادی کرده، باید این رفع شود، باید حل شود. حل ازی با یک راهکار میشه. او راهکارش است که نخبگان ساکن در استرالیا، نخبگان و اندیشمندان ساکن در این کشور برای این درد بنیادی ما و شما باید دوا پیدا کنه و ما او دوا رو باید گوش کنیم. ما نمی کنیم در خیلی موارد. ما خیلی معذرت میخوایم. در خیلی از موارد ما شنیدم بار همی اتفاقا پیش آمده، درس خواندن و تحصیل کردن در خیلی از موارد دوستا به مثابه ریشخند نگاه میکنن که مثلا فلانی درس میخوانه. توجه به مسائل علمی و نهاد به نام نهاد علم و دانش در جامعه ما و شما بسیار کم رنگ است. یعنی ارزش نمیدهیم به نهاد علم، به نهاد دانش بومی و منطقه خود ما. یعنی توجه نمیکنیم. وقتی ما مراجعه میکنیم به دکتر برای ما دوا میده، باید اون دوا را مطابق با فرمان دکتر باید عملی کنیم تا وجود ما دوباره به صحت برگرده. جامعه انسانی، ساختار اجتماعی یک جامعه است، مثل انسان است، مریض میشه. این مریض را باید دکترش تداوی کنه. شما باید به او دکترها ایمان داشته باشین، باور کنین و بشنوین حرف اونا را و عملی کنین در زندگی خود. به همین خاطر است که ما در شبهای آینده اگر
شد اگر در خدمت دوستا بودیم. میخواهم در ارتباط به این مورد، در ارتباط به نقش دین در زندگی ما و شما، کارکرد دین که چه راهکارهایی وجود داره برای از اینکه ما بتانیم یک سلسله مشکلات خود را حل کنیم، مشکلات فردی خود را، مشکلات خانوادگی خود را، مشکلات جمعی خود را ما چگونه باید حل کنیم. اگر نمیتوانیم 100% حل کنیم، حداقل یک سلسله مشکلات را که بتانیم حل کنیم. این محرم و این عاشورا و ختم از این ما باید ما و شما را دوچار یک تحول کنه، حداقل هم جگرخونی خانه را کم کنه، دقیق کمک کنه، حداقل در یک فهم بین فرزند و پدر خو یک راهکار نسبی به وجود بیاید، بین زن و شوهر یک هماهنگی خو به وجود بیاید. امی کار که در ما و شما 100% نتانستیم، حداقل یک 20% همزی کار را کنیم، هم کار بسیار بزرگ است. به او خاطر در شبهای آینده در خدمت استادان بزرگوار و سروران گرامی